سلام به چنل فیلمیشو، خوش اومدید. خب دیگه تابستونم تموم شده و فصل جدیدی برای انیمه باز از رسیده و قرار حسابی خوش بگذره و من امروز اومدم با معرفی 35 انیمه مورد انتظار پاییز 2024 که تو پاییز پر شده از انیمه های خفن بال که بعضیا فصل اولشونه، بعضیا فصل 2 یا 3 شونه. زیاد وقتتون رو نمیگم، بریم اون معرفی رو داشته باشیم و یه چیز کوچیک تاریخ پخش این انیمه رو آخر ویدیو بهتون میگم. شماره 35 انیمه Are You Really Getting Married یا واقعا ازدواج میکنی. ژانر این انیمه عاشقانه کمدی هستش. داستان انیمه در مورد یک آژانس مسافرتی تو ژاپن هستش که قراره که یه شعبه جدید تو روسیه افتتاح کنه. خب واسه این کار به چند تا کارمند نیاز دارن که به شعبه جدید فرستاده بشن و از اونجایی که اولویت با افراد مجرد هستش، اینجا داستان اصلی شروع میشه. ریکا و توکویا اینجا هر دو مجرد هستن و اتفاقا از زندگیشون راضی ان و به هیچ وجه دوست ندارن به شعبه جدید فرستاده بشن. پس تنها راهی که واسهشون میمونه اینه که با همدیگه ازدواج کنن. شماره 34 انیمه I'll Become an Evidence Who Goes Down in History یا من شخصیت منفی میشم که در تاریخ ماندگار بشه. ژانر انیمه کمدی، فانتزی، عاشقانه، ایسکای و تناسخ هستش. داستان انیمه در مورد دختری به نام آلیشا که از شخصیت‌های قهرمان خوب و کلیشه‌ای داستان‌های عاشقانه متنفره و آرزوش اینه که به یکی از شخصیت‌های منفی و بدجنس توی یک از این بازی‌های عاشقانه تبدیل بشه و آرزوش برآورده میشه، اون به یکی از دنیاهای همین بازی‌ها منتقل میشه و قراره که یکی از شخصیت‌های منفی رو بازی کنه. شماره 33 انیمه اور. ژانر انیمه درام و تاریخی هستش. داستان انیمه در قرن 15 میلادی تو کشور لهستان افرادی که افکار و ایده‌های جدیدی داشتن به خاطر این افکارشون تو آتش سوزونده می‌شدن و اینجا پسری به نام رافا که همه ازش انتظار دارن اون تو رشته الهیات تحصیل کنه، اما اون به علم و کشف حقیقت علاقه داره و به دنبال اینه که نظریه زمین گرده رو اثبات کنه و تو این رو با چالش‌های زیادی روبرو میشه، از جمله مخالفت کلیسا. شماره 32 انیمه چگونه من در یک مهمانی مختلط مردانه شرکت کردم. ژانر کمدی عاشقانه. داستان انیمه در مورد دختری به نام آسوکا که به طور تصادفی توی یک مهمانی مردانه شرکت میکنه، اما تو طول داستان مجبور میشه هویت خودش رو مخفی نگه داره و به عنوان یک پسر توی مهمانی حضور داشته باشه. شماره 31 اسم انگلیسیش طولانی، فارسیشو میگم بی‌آبروترین یا ورا رئیس بزرگترین قبیله دنیا میشود. ژانر اکشن، فانتزی، ماجراجویی. داستان انیمه در مورد پسری به نام نوئل که آرزو داره مثل پدر بزرگش یک ماجراجو بشه، اما برخلاف پدر بزرگش که یک جنگجو بوده، نوئل تنها میتونه سخنران ماهری باشه، اما با این حال تسلیم نمیشه و تصمیم میگیره قوی ترین قبیله خودش رو تشکیل بده. نوئل با استفاده از مهارت‌های کلامی که داره موفق میشه قاتلان و قهرمانان قوی و دور هم جمع کنه و یک گروه قدرتمند تشکیل بده. شماره 30 نینا د اسرای براد یا نینا عروس درخشان. ژانر فانتزی عاشقانه. داستان انیمه در مورد دختری به نام نینا که زندگی سختی داره و مجبور دزدی کنه همش و در آخر توسط برادرش به بردگی فروخته میشه و کسی که اونو میخره شاهزاده به نام لاجورد و لاجورد به جای اینکه اونو به عنوان برده نگاه کنه تصمیم میگیره بهش یک زندگی مثل شادختا بهش بده. شماره 29 شاهزاده تنیس، نیمه نهایی جام جهانی زیر 17 سال. خب دیگه اکثرتون این انیمه رو میشناسین. داستان این فصلش در مورد ریما ایچیزن که قراره برای تیم آمریکا تو جام جهانی زیر 17 سال بازی کنه، اونم در برابر کشور خودش یعنی ژاپن. شماره 28 انیمه دراگون بال دایما. ژانر اکشن، ماجراجویی، فانتزی، قدرتی. خب اگه انیمه باز باشی سری‌های قدیمی انیمه دراگون بال رو شاید دیده باشی و این سری جدیدشه و قبلا سری‌های قدیمیشو دیده باشی تا داستان رو متوجه بشی و خلاصه داستانی هم ازش نیومده. شماره 27 فصل 4 انیمه بیستارز. ژانر انسانشناسی، روانشناسی، درام و مدرسه هستش و این انیمه از اون انیمه‌های عجیب هستش و این فصل 4 فصل آخره و داستانش یه خورده پیچیده، نمیتونم خوب توضیح بدم، بهتون پیشنهاد میکنم این انیمه رو ببینید. شماره 26 دوشیزه امپراتوری اژدهایان را تصرف میکنه. ژانر کمدی، فانتزی، عاشقانه، سفر در زمان. داستان این انیمه در مورد دختری 16 ساله هستش که زندانی شده و لب مرگه و از زندگیش هم پشیمونه. بعد یهو چشماشو باز میکنه، متوجه میشه به 6 سال قبل برگشته و الان یه دختر 11 ساله هستش و از اون موقع تصمیم میگیره آدم خوبی بشه و بازیچه دست کسی هم نشه. انیمه شماره 25 مکانیکال آرمز یا بازوهای مکانیکی. ژانر انیمه اکشن، علمی تخیلی و رباتیک هستش. داستان انیمه در دنیایی که فناوری خیلی پیشرفت کرده یک دانش آموز معمولی به اسم هیکارو زندگی میکنه، اما زندگی هیکارو یک دفعه تغییر میکنه و با یک موجود مکانیکی به اسم آلما آشنا میشه. آلما یک بازوی مکانیکی هوشمنده و بین هیکارو و آلما یک پیوند عمیق به وجود میاد، یعنی این دوتا به هم میچسبن و با همدیگه درگیر ماجراهایی میشن که اونا رو به مبارزه میکشونه.
شماره 24 The Blues Wolves of میبو یا گرگ‌های آبی میبو، ژانر شونن تاریخی اکشن سامورایی هستش. داستان این انیمه در دوره‌ای که ژاپن پر از آشوب بودش، یک پسر یتیم به اسم نیو یا نیو تو این آشوب دنبال عدالت هستش و با یک گروه از سامورایی‌های افراطی به اسم شینسنگومی آشنا میشه و به اونا میپیونده تا دنیای بهتری بسازه و کسایی که به ژانرهای سامورایی علاقه دارن بهشون پیشنهاد می‌کنم این انیمه رو ببینن. شماره 23 انیمه یو آر مستر سرونت یا شما خدمتکار هستین. ژانر انیمه کمدی عاشقانه هستش. داستان این انیمه در مورد یک دانش آموز دبیرستانی به نام هیتویوشی هستش که تنها زندگی میکنه و یک روز یک دختر غریبه به خونه اون میاد و بهش پیشنهاد میده که خدمتکارش بشه و بهش هم میگه که قبلا یه قاتل بودم. هیتویوشی اول تعجب میکنه و بهش نمیگه، اما وقتی هیتویوشی نزدیک بود تصادف کنه، اون دختر اونو نجات میده و بهش یه فرصت میده تا خدمتکارش بشه، با اینکه هیچی از کارهای خونه بلد نیست و فقط کشتن رو بلده. شماره 22 انیمه دراگون لایف یا خداوند زندگی اژدها. ژانر این انیمه اکشن، فانتزی و تناسخ هستش. داستان این انیمه در دنیایی که اژدها موجودات قدرتمندی هستن، یک اژدهای بسیار قوی توسط یک انسان شکست میکنه و قبل اینکه اون انسان اون اژدها رو بکشه، اژدها خودش رو میکشه و به جای اینکه بمیره، اون اژدها تناسخ پیدا میکنه تو بدن یک پسر به اسم دولان. شماره 21 این اسم انگلیسیش طولانی، فارسیشو فقط میگم اگه همسر من به یک دانش آموز ابتدایی تبدیل شود. ژانر این انیمه کمدی عاشقانه تناسخ هستش. داستان این انیمه در مورد کیوسکه نیجیما که همسرش تاکاها رو 10 سال پیش از دست داده و از اون زمان کیوسکه و دخترش مای هنوز از غم از دست دادن اون ناراحتن و یک روز یک دختر 10 ساله به خونه اونا میاد و ادعا میکنه تناسخ یافته تاکاها هستش. اول پدر و دختر قبول نمیکنن، ولی با گفتن جزئیاتی که فقط خود اون دو نفر میدونستن باور میکنن این دختر واقعا تناسخ یافته تاکاها هستش. انیمه شماره 20 اینم اسم انگلیسیش طولانی، فارسیشو میگم درمانگری که از گروهش اخراج شد در واقع قوی ترین است. ژانر این انیمه اکشن، ماجراجویی، جادو و فانتزی هستش. داستان این انیمه در مورد شخصی به نام راوس که یک درمانگر معمولیه و به خاطر ضعیف بودنش از گروه اخراج میشه، اما یک رازی داره که در نبردهای نزدیک خیلی قوی هستش و مهارت درمانیش برای اینه که این مهارتش رو مخفی نگه داره و بعد از اخراج شدنش راوس دنبال اینه که هویتش رو عوض کنه که با نارنسا که یک مبارز ماهره آشنا میشه و تصمیم میگیره که با هم دیگه یک تیم بشن و با هم دیگه ماجراجویی جدیدی شروع کنن. شماره 19 فصل دوم انیمه MFG گوز. ژانر این انیمه مسابقه‌ای و ماشینی هستش. داستان این انیمه در دنیایی که ماشین‌های برقی جایگزین ماشین‌های بنزینی شدن، یک پیست مسابقه معروف در ژاپن وجود داره به اسم MFG که هنوز از ماشین‌های بنزینی استفاده میکنه و رانندگان حرفه‌ای از سراسر جهان میان تا تو این مسابقه شرکت کنند و شخصیت داستان ما به اسم کاناتا ریوینگتون که یک راننده جوان ژاپنی هستش بعد سالها برمیگرده به کشور خودش تا تو این مسابقات شرکت کنه. شماره 18 انیمه دمون رود 2099 یا شیطان رود 2099. ژانر این انیمه اکشن، فانتزی، علمی تخیلی هستش. داستان این انیمه در مورد شهری بزرگ به نام شینکوجو که 5 قرن پیش توسط پادشاه شیطانی به نام ولتون حکمرانی میشد، اما با گذشت زمان قدرتش کم شد و به افسانه تبدیل شد و حالا در سال 2099 ولتون دوباره متولد میشه و با قدرت جدیدش به همراه یاران وفادارش میخواد دوباره به این جهان حکومت کنه. انیمه شماره 17 The 7 Deadly Sins for Night of the Apocalypse یا 7 گناه کبیره، 4 شوالیه آخر زمان، فصل دوم. خب اگه انیمه باز بشی یک انیمه دیگه هم هست با عنوان 7 گناه کبیره که اون تموم شده و این انیمه اسپینافشه و تمرکز این داستان روی نسل جدیدی از جنگجویان و قدرتمنده که به عنوان 4 شوالیه آخر زمان شناخته میشن. انیمه شماره 16 تاین د نات ود آماگامی سیستر یا گره زدن با خواهر ناتنی. ژانر این انیمه کمدی عاشقانه هستش. داستان این انیمه در مورد پسری به نام جی تاکارو که بعد از فوت مادرش به خونه پدر بزرگش تو شهر کوچیکی نقل مکان میکنه و اونجا با 5 تا خواهر ناتنی آشنا میشه که هر کدوم جذاب و شخصیت‌های خودشون دارن و حول و محور داستان رابطه جی تاکارو با 5 تا خواهرشه. انیمه شماره 15 لورن لایف این آندرولف یا زندگی تنهایی در دنیای دیگر. ژانر این انیمه اکشن، ماجراجویی، فانتزی، ایسکای هستش. داستان این انیمه در مورد یک دانش آموز دبیرستانی به نام هاروکا هستش که با همکلاسیاش به یک دنیای دیگه منتقل میشن و هاروکا متوجه میشه که همکلاسیاش قدرت‌های جادویی و قوی گرفتن، اما وقتی نوبت اون میشه قدرت‌های عجیب غریب بهش میرسه و هاروکا به جای اینکه تو این دنیا با هیلوها مبارزه کنه و ماجراجویی کنه، مجبور میشه تو این دنیای جدید تنهایی زندگی کنه. شماره
14 یاکوزا فیانسنس یا نامزد یاکوزا ژان، عاشقانه جنایی بالغانه جرایم سازمان یافته سنین کمی کمدی. داستان در مورد دختری دبیرستانی به نام یوشینو که نوه بزرگترین باندهای یاکوزا اوساکا هستش و سعی میکنه یه دختر عادی باشه، ولی یک روز میاد خونه پدر بزرگش مجبور میکنه یک ازدواج اجباری داشته باشه و اون پسرم نوه یکی از بزرگترین باندهای یاکوزا هستش و دختر مجبور میشه بره توکیو و با این پسر ازدواج کنه. اول از این پسر خوشش میاد و کم کم متوجه میشه اون پسر تو کار کشتن خیلی مهارت داره. شماره 13 انیمه رانما که بعد 30 سال داره توسط استودیو ماپا ساخته میشه. ژانر این انیمه اکشن، کمدی، عاشقانه، رزمی و مدرسه‌ای هستش. داستان این انیمه در مورد رانما که یه رزمیکار جوان هستش در طول تمرین در چین به همراه پدرش به طور اتفاقی توی چشمه نفرین شده میافتن و این باعث شده که هر موقع آب سر پاشیده میشه به صورت رانما و پدرش، رانما تبدیل به یه دختر میشه و پدرش تبدیل به یک پاندای غول‌پیکر میشه. شماره 12 انیمه شانگریلا آیتیر یا مرز شانگریلا فصل دوم. ژانر انیمه اکشن، ماجراجویی، فانتزی، کمدی و بازی ویدیویی هستش. داستان انیمه در مورد یک پسر دبیرستانی هستش که سرگرمیش اینه که بازی‌های ویدیویی سریع تموم کنه و بره سراغ بعدی که یهو با یک بازی واقعیت مجازی جدید آشنا میشه به اسم شانگریلا فایتیر که میخواست این بازی هم سریع تموم کنه، اما متوجه شد که این بازی هم نمیتونه به اون سادگی‌ها تموم کنه. انیمه بعدی شماره 11 سری جنسوکی اسپریت کالر کورز یا سری جنسوکی تواریخ روح فصل دوم. ژانر این انیمه اکشن، ماجراجویی، فانتزی، عاشقانه، ایسکای و تناسق هستش. داستان این انیمه در مورد یک جوان معمولی به اسم هاروتو هستش که قبل اینکه به آرزوهاش برسه میمیره و روحش در بدن پسری به نام ریو قرار میگیره که به دنبال انتقام مادرشه. انیمه شماره 10 فصل سوم آریفورتا فور کامن پلیس تو ورد استراگز یا از معمولی تا قوی ترین جهان فصل سوم. ژانر این انیمه اکشن، ماجراجویی، فانتزی، ایسکای هستش. داستان این انیمه در مورد پسری به نام هاجیمه ناگامو که به همراه همکلاسیاش به دنیای دیگه احضار میشن تا به عنوان قهرمان با موجودات شیطانی مبارزه کنن، اما برخلاف دوستاش که قدرت‌های جادویی قوی دارن، هاجیمه یه قدرت ضعیفی داره و بیفایده و به خاطر قدرت کمش اونو مسخره میکنن و اونو به سیاه‌چال میندازن. اما هاجیمه تسلیم نمیشه و با استفاده از هوشش و ارادهش کم کم قوی میشه و مهارت‌های جدید یاد میگیره و بعد از اینکه از اون چاه میاد بیرون تصمیم میگیره اون کسایی که اذیتش کردن انتقام بگیره. می شماره 9 اوزوماکی اسپایرل اینتو هور یا اوزوماکی مارپیت به سمت وحشت. ژانر انیمه جنون، ترسناک، ماورایی، درام، روانشناسی و تعلیق هستش. داستان انیمه در مورد یک دختر دبیرستانی به نام سوزو سویچ و دوست پسرش به نام کیو سوزوکی هستش که در شهر کوچکی به نام کوروگای زندگی میکنن که این شهر اتفاقات عجیب غریبی میفته و در کل این شهر نفرین شده است و تعداد قسمت‌های این انیمه کم 4 قسمته و تو خیلی از سایت‌های دیگه مثل انیمه لیست و کرانچیکول خیلی مورد انتظار بودش. خب بریم سراغ بعدی. شماره 8 فصل 4 انیمه بلو اسکورسیس یا جنگیر آبی. ژانر این انیمه اکشن، فانتزی، مدرسه‌ای، شیطانی و پسرانه هستش. داستان انیمه در دنیایی که یکیش مال شیاطینه و یکیش مال انسان‌ها توسط یک دروازه و متصل میشه و داستان از اونجایی شروع میشه. دو برادر دوقلو به اسم رین و یوکیو که زندگی آرومی داشتن تا اینکه متوجه میشن پدرشون یک شیطان معروفه به اسم ساتان و پدرشون میخواد جهان انسانها رو نابود کنه، اما جین و یوکینو میخوان جلوی پدرشون رو بگیرن و میرن تو یک مدرسه مخصوص آموزش جنگیری میدن و تو این مدرسه یاد میگن چجوری با شیاطین مبارزه کنن تا بتونن جلوی پدرشون رو بگیرن. دیگه کم کم رسیدیم به انیمه‌های خفن و باحال. اگه تا اینجا ویدیو اومدی ممنون میشم منو حمایت کنی، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که بریم سراغ انیمه شماره 7 رونونی کنشین فصل دوم یا شمشیرزن دورگر. ژانر انیمه تاریخی، اکشن، پسرانه و سامورایی هستش. داستان انیمه در مورد مردی به نام کنشین که یک شمشیرزن نابغه‌ایه که کلی آدم کشه تو جنگ تا اینکه شبی مردی بیگناهی رو میکشه و سر همین قضیه نامزد اون مرد دچار یه نفرین میشه و زخمی به شکل زبده روی کنشین پدیدار میشه و زخمش هم درمانی نداره و کنشین از اون موقع با خودش عهد بسته که کسی رو نکشه، ولی بعد از مدتی شورش ها شکل میگیره و کنشین دوباره مبارزه میکنه اما به شیوه خودش. کسایی که به سبکای شمشیرزنی و سامورایی علاقه دارن بهشون پیشنهاد میکنم این انیمه رو ببینن. خب بریم سراغ شماره 6 فصل دوم انیمه رونکوماناشی کاراگاه آشفته. ژانر انیمه رازآلود، پلیسی، معمایی، کمدی، شونن و پسرانه هستش. داستان انیمه در مورد یک کاراگاه جوان بی تجربه به اسم توتومارو هستش که نمیدونه پرونده‌های قتل سریالی رو حل کنه
و یکی از همکارای بازنشسته‌اش بهش پیشنهاد میده برو سراغ رانکوماناشی که معروف به کارگاه آشفته، ولی میره پیشش انتظار داشت آدم مرتب و تمیزی باشه، ولی وقتی میبینتش میبینه موهای پریشون داره و بیحاله و خیلی وقت پرونده‌ای رو حل نکرده. اما سر این قضیه انگیزش فعال میشه که برگرده به شغل کارآگاهیش و کسایی که به فیلم‌های شرلوک هومز و همین سریال‌های کارآگاهی علاقه دارن بهشون پیشنهاد می‌کنم این انیمه رو ببینن. شماره 5 فصل سوم انیمه ریزیرو. ژانر انیمه درام، فانتزی، ایسکای، روانشناسی و سفر در زمان هستش. داستان این انیمه در مورد یک پسر معمولی به اسم سوبارو هستش که وقتی داشت برمیگشت به خونش به یک دنیای دیگه منتقل میشه. اون نه جادویی داره و هیچ نقشه‌ای واسه بازگشت به خونش هم نداره و بعد اتفاقاتی متوجه میشه یک قدرت عجیب و دردناک داره که توانایی بازگشت به زمان رو داره بعد اینکه میمیره. شماره 4 انیمه بلو باکس یا جعبه آبی. ژانر ورزشی عاشقانه مدرسه‌ای. داستان در مورد یک پسر به اسم تایکی که وارد مدرسه میشه که تمرکز زیادی رو ورزش داره و تایکی سال سوم دبیرستانه و عضو تیم بدمینتون هستش و برای بیشتر دیده شدن و رسیدن به جایگاه بالاتر تایکی باید تو تمرین‌های عمومی خودی نشون بده. پس سعی میکنه همیشه اولین نفری باشه که تو ورزشگاه مدرسه حاضر میشه، اما در نهایت همیشه دومه چون یک دانش آموز سال اولی به اسم چیناتسو زودتر از همه اونجا هستش و هر دوشون تلاش میکنن تو رشته خودشون و تو مسابقات کشوری قهرمان بشن. اما تایکی عاشق چیناتسو میشه و تایکی متوجه میشه که پدر مادر چیناتسو به خارج از کشور باید برن، پس رویاشون در حال نابود شدن. اما نکته جالبی داره اینه که چیناتسو قراره که یه مدت پیش دوستای پدر مادرش زندگی کنه که یعنی همون پدر مادر تایکی. شماره 3 انیمه دنددن یا داندادان هم بهش میگن. ژانر اکشن کمدی ماورا طبیعی. داستان از اونجا شروع میشه که یه دختری به اسم مومو که داشتن یه پسری اذیت میکنن به اسم کن رو نجات میده و مومو معتقده که ارواح واقعی هستن ولی کن معتقده که موجودات فضایی واقعی هستن. پس این دو با هم قرار میذارن که همزمان به دو مکان برن که در موردشون خیلی شایعه وجود داره. پس در نهایت مشخص میشه هر دو درست میگفتن، اما دیگه دیر شده چون خودشون رو درگیر یه سری موجودات عجیب و خطرناک کردن. شماره 2 فصل دوم انیمه بلولاک یا قفل آبی. ژانر انیمه ورزشی هستش و کسایی که هنوز این انیمه رو ندیدن و علاقه به انیمه های ورزشی دارن بهشون پیشنهاد میکنم حتما این انیمه رو ببینن. داستان از اونجایی شروع میشه که تیم ملی فوتبال ژاپن در جام جهانی عملکرد خیلی ضعیفی داره و نیاز به یک مهاجم خیلی قوی دارن و برای پیدا کردن این مهاجم یک پروژه‌ای را میندازن به اسم قفل آبی که این برنامه برای بهترین مهاجمای نوجوان ژاپن و هر کسی توی این مسابقه توی این پروژه حذف بشه برای همیشه از تیم ملی ژاپن باید خداحافظی کنه. میرسیم به آخرین انیمه بلیچ جنگ خونین 1000 ساله فصل آخر پارت سوم. خب این انیمه از بس معروف دیگه نیاز به معرفی نداره و کسایی که نمیدونن فصل آخر انیمه بلیچ به 4 پارته اعلام کردن که حدود 50 قسمت میشه و الان هم پارت سومش قراره که تو پاییز بیاد و یکی از مورد انتظار ترین انیمه های پاییز هستش و کسایی که هنوز این انیمه رو ندیدن بهشون پیشنهاد میکنم حتما این انیمه رو ببینن که حدود 200-300 قسمت هستش با اینکه طولانیه ولی میارزه. خب من داشتم لیست نگاه میکردم و دلم نمیاد این سه تا انیمه مشهور رو بهتون نگم، مخصوصا که سومیش که برای ما ایرانی‌ها خیلی مورد انتظاره. اولیش هنر شمشیرزنی آنلاین گانگیل فصل دوم که ربطی به سری اصلی هنر شمشیرزنی آنلاین نداره و هیچ کدوم اون شخصیت‌های اصلی نیستن و اینو میتونید مستقل هم نگاه کنید. دومیش مخفف انگلیسیش میشه دانماچی و فارسیش میشه دوست شدن با دخترها در سیاه‌چال کار اشتباهیه فصل پنجم. و سومین انیمه هایوکو یا همون آبشار سرنوشت که من تو اخبار انیمه هم بهش اشاره کردم، الانم دوباره میگم تاریخ نسخه دیجیتالش بالاخره اعلام شد که 9 آبان 1403 قراره که منتشر بشه. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده کرده باشید. تاریخ انتشار انیمه هم داخل کپشن نوشته شده. اگه انیمه جاش تو این ویدیو خالی بود حتما تو کامنت ها بپرس، سوالی هم داشتی هم بپرس. ممنون میشم منو حمایت کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.